سلام و عرض ادب و احترام. در راستای ویدیو قبلی، این ویدیو شماره 2 هستش که در رابطه با LLM قرار صحبت کنیم. اگه یادتون باشه ما دو تا ویدیو دیگه قبلا تو کانال قبل از این داشتیم و توصیه کردم که حتما کسی که میخواد این ویدیو رو، یعنی ویدیو حال حاضر رو که ویدیو شماره 2 LLM هست ببینه، حتما قبلش یه ویدیو هستش که در 1 ساعت و 50 دقیقه در رابطه با ماشین لرنینگ، اونو اول ببینه اگر اطلاعات کلی درباره ماشین لرنینگ نداره، و بعد بیاد ویدیو شماره 1 و این میشه ویدیو شماره 2. یقینا ویدیو شماره 1 و ویدیو شماره 2 پشت سر هم باید دیده بشه تا انتقال معنا درست انجام بشه. مجدد تکرار میکنم، قرار شدش که یک سری ویدیو داشته باشیم تو راستای معرفی Large Language Model و چجوری اینا رو میتونیم برای بیزینس استفاده کنیم، چجوری میتونیم یک دیتا، یک اینسایت جدید از دیتامون بکشیم بیرون، که حالا در این ویدیو ها سعی میکنیم این دیتا ما مثلا یک دیتا متنی باشه که در یک PDF به فرض ذخیره شد. ما در ویدیو قبلی، ویدیو شماره 1، سعی کردیم که کانسپت های اصلی هوش مصنوعی رو صحبت کنیم، بگیم سوپروایز چیه، آن سوپروایز چیه، رینفورسمنت لرنینگ چیه. بعد متوجه شدیم زیر مجموعه اینها ما روش هایی داریم، به روش هایی به نام استاتستیکال ماشین لرنینگ، به نام دیپ لرنینگ اپروچ. فهمیدیم که وقتی ما صحبت از دیپ لرنینگ اپروچ میکنیم، دیپ لرنینگ اپروچ خوش بر دو مدل اصلی تقسیم بندی میشه: مدل هایی که بر مبنای کانولوشن هستن و مدل هایی که بر مبنای ترانسفورمر هستن. متوجه شدیم که وقتی ما صحبت از LLM میکنیم، در اکثریت مواقع ما صحبت از پریترین مدل هایی میکنیم که بر مبنای ترانسفورمر ها هستن. توی ویدیو قبلی ما متوجه شدیم که برای اینکه بخوایم با LLM ها، مدل های LLM اینترکت داشته باشیم یا در واقع اینیشیت کنیم یه کانورسیشنی رو، باید یه اکسس توکن یا در واقع API کی ما داشته باشیم. متوجه شدیم که وقتی صحبت از مدل های LLM میکنیم، LLM مدل ها معمولا در سه تا ریپوزیتوری اصلی پیدا میشن: ریپوزیتوری هاگینگ فیس، ریپوزیتوری های اوپن ای آی و ریپوزیتوری های گوگل کلاود یا ورتکس ای آی. متوجه شدیم که اوپن ای آی برای اینکه ما اکسس توکن باز کنیم یا API کی داشته باشیم، باید کردیت کارتمون رو اد کنیم و اوپن ای آی در اکثر مواقع شروع میکنه چارج کردن ما به مبنای مدلی که استفاده میکنیم، به مبنای توکن لیمیتی که استفاده میکنیم. در مقابلش مدل هایی که توی ریپوزیتوری کامیونیتی هاگین فیس هستن، فری آف چارج هستن. یعنی شما برای دسترسی به این مدل ها، در واقع برای اینیشیت کردن یک کانورسیشن با مدل هایی که در هاگین فیس هستن، ما پولی پرداخت نمی کنیم. و در روش سوم، در مواجهه با ریپوزیتوری های گوگل، در واقع مدل های ورتکس ای آی، سیاست گوگل در حال حاضر که من برای شما دارم صحبت میکنم، یعنی 24 نوامبر 2024، و این حالتی که شما لاگین میکنید، کریدت اکانت میکنید، بعد ساین اپ میکنید و بعد از اینکه اکانتتون رو درست کردید، شما مثل اوپن ای آی بعد کردیت کارتتون رو اد کنید. اما فرقش با اوپن ای آی اینه که جیمیل نه، معذرت میخوام، جی سی پی، گوگل کلاود پلتفرم، به شما $300 کردیت میده یا 3 ماه استفاده. یعنی به شما اجازه میده که تا 3 ماه اول به اندازه $300 از کردیتی که قبلا چارج شده تو اکانتتون استفاده کنید. و در واقع گوگل در حال داره این کار میکنه که بتونه مشتریاری بیشتری رو به سمت خودش بیاره، در مقابل مثلا مشتریایی که ممکنه بیشتر به سمت اوپن ای آی. با توجه به نوع خواسته ما در بیزینس باید مدل رو انتخاب کنیم. همیشه اگه یه کاری رو با یه مدل ساده تر در زمینه LLM میتونیم به یه اکیورسی قابل قبول برسیم، بهتر با همون انجام بدیم، چون هرچی مدل بالاتر بره، مثل همون مباحث قبلی که ما همیشه در ماشین لرنینگ داشتیم، هم هزینه هامون بالاتر میره، یعنی باید پول بیشتر بدیم، هم دیپلوی کردن اون مدل هم باز میتونه سخت‌تر بشه. برای این جزئیات که بیشتر به دیتا انجینیرینگ، من در حال صرف نظر میکنم و برمیگردم به اسلایدی که همیشه داشتیم. مثل همیشه هم خوشحال میشم در صورتی که تمایل دارین اسلایدها رو داشته باشید، یک ایمیل به من بزنید. در ایمیلتون هم ممنون میشم یک مختصری از خودتون هم
توضیح بدید که من حداقل بدونم با چه فردی آشنا هستم. و باز هم مثل معمول بسیار ممنون میشم که از این پرزنتیشن فایل برای استفاده برای کارهای تجاری استفاده نشه و بیشتر جنبه آموزشی داشته باشه. سپاس فراوان. اجازه بدید من صفحه‌مو به اشتراک بذارم و با هم بریم ادامه مبحثی که پیشتر داشتیم. این ویدیو، این پرزنتیشن فایلی بود که یادمون هست اسمش بود ماشین لرنینگ ترانسفورمر. بعد ما تا اینجا صحبت کردیم که سوپروایز چیه، آن سوپروایز چیه. هم به ماشین لرنینگ ها رو فهمیدیم، LLM رو فهمیدیم، اینا رو رد کردیم. رسیدیم تا اینجا که ما فهمیدیم کجاها سراغ استاتستیکال ماشین لرنینگ میریم، کجاها سراغ دیپ لرنینگ اپروچ میریم و کجا جاییه که باید بریم سراغ لارج لنگویج مدل ها. متوجه شدیم که برای اینکه دسترسی داشته باشیم این وبسایت ها رو باید دنبال کنیم. فریمورک ما احتمالاً لنگچین، ترانسفورمر ایجنت، اولیما ایندکس، بیشتر لنگچین. متوجه شدیم که در واقع LLM ها هم ترانسفورمر ها هستن. این مباحث رو همه رو قبلا صحبت کردیم. رسیدیم تا اینجا که ما مدل های مختلف داریم و غیره. آخرین مدل اوپن ای هم که صحبت شد به نام اووانه و خصوصیت هایی که داره. صحبت از اینستراک امبدینگ کردیم. متوجه شدیم که وقتی صحبت از مدل های LLM میکنیم یه سری مدل ها هستن که به نام مدل های اینستراکتور هستن. مدل های اینستراکتور در واقع آماده تر هستن برای دریافت اینستراکشن، یعنی بیشتر برای فاین تیون کردن جواب ها آماده هستن. این مباحث جزئیاتش رو به ویدیو قبلی لطفا مراجعه کنید. اینا رو همه رو صحبت کردیم. رسیدیم به اینجا که بله، ما وقتی که میخوایم با LLM ها کار کنیم، LLM ها مدل هایی نیستن که رو کامپیوترهای شخصی من بشه دانلودشون کرد. مدل های بسیار بزرگی هستن و به همین دلیل ما اینیشیت کانورسیشن میکنیم. برای اینیشیت کانورسیشن این ستا پیج رو باید دنبال کنیم. ما اوپن ای آی رو باز کردیم، قبلا با هم صحبت کردیم. اگه یادتون باشه من اجازه بدید توی صفحه دیگه اینجا بازش کنم. اگه یادتون باشه بعد از اینکه شما اکانتتون رو اد کردی یه چنین صفحه‌ای خواهید دید و اگه باز یادتون باشه یک جایی دسترسی پیدا می‌کنی به API تون و یک استرینگ بسیار طولانی میدی که در واقع بهش میگن سیکرت کی یا بهش میگن اکسس توکن یا هر اسم دیگه که میشناسی. این اکسس کی شماست که تو کد نویسیتون باید استفاده کنه. در واقع اینو باید داشته باشی که هر کدی که می‌نویسید بتواند برود به ثبت اوپن ای آر. در این صورت شما نمیتونید و با توجه به توکن لیمیت و مدلی که انتخاب میکنید شما رو چارج میکنید. بسیار این اکانت رو فرض کنیم درست کردیم و برگردیم به ادامه رو. خب اینا رو صحبت کردیم، اینا رو همه رو صحبت شده. رسیدیم به اینجا که خب میخوام مدل رو راه اندازی کنم. برای اینکه مدل رو راه اندازی کنم چیکار میکنم؟ یعنی میخوام کدم رو ایمپلیمنت کنم. در واقع میخوام اینیشیت کانورسیشن کنم با یک مدلی که قبلا موجوده در ریپوزیتوری. ببینیم ما اگه یادمون باشه وقتی که صحبت از LLM کردیم گفتیم ما موقعی میریم سراغ LLM که دو تا مقوله خیلی برام مهمه، یعنی دو تا مقوله خیلی هایلایت تره. یکی از این مقوله ها که فکر کنم بالاتر یه جا صحبتش کردم، گفتم وقتی که من خیلی خیلی دیتای زیادی دارم و سوالات متنوعی میخوام از دیتام بپرسم، هم دیتام زیاده هم سوالام خیلی متنوعه. یعنی هم میخوام سامری بدونم، هم میخوام بدونم کی اینو امضا کرده، هم میخوام یه سری پروداکت رو داخل اون کانترکت رو بدونم و غیره و غیره. من سوال متنوعی دارم که هر سوال در دنیا هوش مصنوعی میشه یک نوع اپلیکیشن جدا. وقتی این نوع مسئله دارم، یعنی سوال متنوع دارم و تعداد زیادی دیتا دارم، من میرم سراغ LLM. پس من یکی از معضلات من، یکی از باطل نکای من این که من چجوری اینا رو بخوام دیتا رو لود کنم. خود لنگچین به عنوان فریمورکی که ما برای LLM ایمپلیمنت LLM اپلیکیشن استفاده میکنه خودش یه عالمه لودر داره. پس مرحله اول در کار کردن با مدل های LLM این که من دیتا رو چجوری لود کنم. خب پس یک سری فانکشنالیتی اینجا داریم که
در لود کردن دیتا و هر روزم این لودرهای من بهبود پیدا میکنم. مثلا ما لودر داریم که فقط و فقط میاد مثلا فیلم های یوتیوب رو میتونه راحت بخونه، یه لودر دیگه داریم میاد تکست های واتساپ رو میخونه، یه لودر دیگه داریم که میاد سی اس وی فایل رو میخونه، یه لودر دیگه داریم که پی دی اف های آن استراکچر میخونه و غیره و غیره. برها برگردیم ما میخوایم با ال ال ام کار کنیم. ما ال ال ام اولین مرحله ما این که چگونه دیتا های خیلی زیاد رو بتونیم لود کنیم. پس یه سری لودر اینجا. بعد که دیتا رو لود کردیم، مثل همه چیزهای دیگه ماشین لرنینگ یا کلا تو حوزه مثلا NLP Natural Language Processing، تکست ماینینگ، مت بخوایم صحبت کنیم، ما چیکار میکنیم؟ مثلا یک انسان چیکار میکنه؟ یه متن میبینه، یه متن میبینه توکن میکنه دیگه، تیکه تیکه میکنه، دیواید میکنه، چانک میکنه و بعد ممنوع هر چانکی رو سعی میکنه بفهمه بره چانک بعدی و ارتباط اینا رو بفهم. پس اینجا هم مثل همه کارهای دیگه ماشین لرنینگ ما اون همه دیتا رو لود کردیم و طبعا نمیتونیم همه رو یک ضرب نگه داریم، اینا باید توکه کنیم، چانک کنیم. خب حالا ما به جای که حالا یه دونه دیتا لود کردیم، فکر کنید 100 تا دیتا لود کردیم، همه اینا اسپلیت میکنیم این تو د چانک. خب به طب ما میخوایم چانک کنیم، میخوایم هر یه تیکه تیکه کنیم. خب به طب اون مدلی که داریم صدا میزنیم، مثلا جی پی تی 3.5 یا مثلا چه میدونم فالکون یا هر مدل دیگه، اینا یه توکن لیمیتی دارن، توکن لیمیتی که در تعریفات اون مدل هست. درسته؟ من وقتی این مدل دارم، هر مدل یه توکن لیمیتی داره. حالا من جلوتر نشون میدم به عنوان نمونه. خب ما به مبنای ماکسیمومی که اون میگه ما میتونیم چانک کنیم. پس ما یک مرحله بعدی که لود کردیم، یک سری دستورالعمل‌های دیگه داریم که میگه این دیتایی که دیدی رو تیکی تیکی کن. حالا این تیکه کردن یعنی چانک سایز تعریف میکنیم و بعد یک چیز دیگه هم میتونیم تعریف کنیم. میگه وقتی میخوای تیکه تیکه کنی، آیا یه تیکه از قبلی رو بیار تو بعدی یا نه اصلا هر تیکه کاملا جدا هیچ اوورلپی نباشه. گاهی ما نیاز داریم اوورلپ باشه، گاهی نیاز داریم اوورلپ نباشه. در بیشتر مواقع ما اوورلپ رو میخوایم، مثلا موقعی که میخوایم کانسپت رو بهتر حفظ کنیم. ببین مثلا که من دارم حرف میزنم، وقتی میرم حرف جلوتر یه مقدار از حرف قبلیمو دوباره تکرار میکنم، کاری که تو این ویدیو کردم. من به جای که یک ضرب برم سراغ مطلب کاملا جدید، سعی کردم یک ضرب از مطلب قبلی دوباره بیام تو مطلب جدید و این کارو هی تکرار میکنم. مبحث جدید میخوام شروع کنم، یه ضرب از مطلب قبلی هم دوباره میارم، یعنی در واقع اوورلپ میکنه هر چانکی با چانک قبلیش. پس ما وقتی که داریم اسپلیت میکنیم این تو چانک، دو تا معقوله رو اینجا در نظر میگیریم. یکی چانک سایز منه، یعنی حد اکثر چانک های من چند توکن میتونه باشه که به معنی مدل میتونه حد اکثر تا اون عدد بره بالا. یقینا ما توکن لیمیت رو نمیتونیم بگیم مثلا 10,000 تاست، پس هر چون که من دقیقاً 10,000 تا باشه. نه، به خاطر اینکه وقتی ما توکن میکنیم، همه کارهایی که تو اون کد شما انجام میشه اینا همه توکن میگیرن. پرامپتی که مینویسی، هر کاری که میکنی، چین تایپ تعریف کنی، هر کاری میکنی اینا توکنه. پس اینطوری نیست که مثلا من برم مدل رو ببینم 10,000 تا مثلا توکن لیمیت داره بعد بگم چانک هم دقیقاً 10,000 تا. نه، مثلا ماکسیمم میتونیم 8,000 تا بعد چانک رو بزنیم و غیره. به طب هرچی تعداد سایز چانک رو بزرگتر بگیرید، یعنی رشته بزرگتری رو در نظر گرفت. هرچی چانک رو کوچکتر بگیرید، یعنی تعداد چانک های شما بیشتر خواهد شد. همیشه یه ترید آفی بین این دوتا که باید ببینید کدومشون برای شما بهتر. ما لود کردیم دیتا رو، چانک کردیم تو چانک هم متوجه شدیم که باید اسپلیت کنیم و بعد این اسپلیت ها رو فهمیدیم که به معنی چانک سایز و ریکرسیو چانک سایزه. یعنی چی ریکرسیو چانک سایز؟ یعنی چقدر از قبلی بیاد بعدی. و بعد از اون چیکار میکنیم؟ حالا پس من یک سری چانکی دارم که بعضی موقع اوورلپ دارن، بعضی موقع اوورلپ ندارن. حالا من روی هر چانک ما چیکار میکنم؟ روی هر چانک من میخوام فیچر اکسترکت کنم، کاری که همیشه ما توی حوزه ماشین لرنینگ انجام میدیم. تو حوزه ماشین لرنینگ ما همیشه یه دیتایی داریم، تو لایه اول یه فیچری اکسترکت میکنیم که اینجا اسم دیگه به نام امبدینگ میگیم و وقتی این امبدینگ ها رو اکسترکت کردیم، اینا میشن نماینده مفهوم اون دیتا من. پس باید امبدینگ را بندازیم، بعد بر من روی چانک ها امبدینگ کنم. خب امبدینگ اینجا یعنی من مدل ها متفاوتی رو صدا میزنم دیگه. مثلا هر مدل یه مدل امبدینگ میکنه. این مبحث باز مبحث جدیدی نیست، این مبحث همیشه تو ماشین لرنینگ بوده. شما وقتی که مثلا اینسپشن رو صدا میزنی، یه مدل فیچر داره اکسترکت میکنه، موقعی که رزنت رو صدا میزنی یه مدل دیگه. اینجا هم خب مدلی میتونه از اوپن ای آی باشه، هاگین فیس باشه، ورتکس ای آی باشه.
اینجا در واقع میای امبدینگ های مختلف رو انجام میدی. پس ما یه سری دیتا لود کردیم، تیکه تیکه کردیم، این تیکه ها میتونن اورلپ داشته باشن نداشته باشن، بعد هر تیکه رو روش امبدینگ را میدید. حالا چی داریم تا اینجا؟ تا اینجا بعد از این خط شماره 3 یک سری راو دیتا داریم و یک سری کورسپاندینگ امبدینگ داریم. میگین دیتا من اینم فیچرشه، اینم دیتا من اینم امبدینگشه. خب حالا اینا رو یه جا باید ذخیره کنم. برای چی میخوام ذخیره کنم؟ چون قراره اینا یه جا ذخیره بشن. وقتی یه سوالی رو کاربر میپرسه، اون سواله شباهتش رو با آنچه که ذخیره کردم مقایسه کنم و اگه شبیهش رو پیدا کردم اون چانک مربوطه رو برگردونم. پس من مقایسه ها چجور انجام میشه؟ مقایسه امبدینگ ورسس امبدینگ، یعنی سوال منم دوباره یه امبدینگ روش میشه. این امبدینگ با امبدینگ موجود اون چانک ها مقایسه میشه. اگر سمنتیک سیمیلاریتی وجود داشت، این چانک ها برمیگرده. خب بس برای اینکه من حالا بخوام این سیمیلاریتی انالیز رو انجام بدم، من اول باید این رفرنس تیبل من، رفرنس دیتا من یه جا ذخیره کنم دیگه. اون همه داکیومنت من که قرار رفرنس من باشه، از اون تو سوالام بپرسن و یه جا ذخیره بشه. خب ذخیره یعنی در واقع ما یه دیتابیس میخوایم. حالا ما اینجا کلمه دیتابیس استفاده نمی‌کنیم، میگیم یک وکتور استور میخوایم. چرا میگیم وکتور استور؟ چون اگه یادمون باشه ما یه چیز امبدینگ داریم. امبدینگ داریم دیگه، در واقع یه سری فیچر در آوردیم. این واسه همین میگم امبدینگ وکتور. استور هم که این ذخیره سازی. حالا ما چگونه ذخیره میکنیم؟ چه روی کردی در این ذخیره سازی وکتور استورمون داریم؟ اسامی مختلفی به نام وکتور استور مطرح، که بعضی از اینا اصلا جدید نیست، یعنی اصلا ربطی به اومدن LLM و 2 سال اخیر نداره. مثلا انوی رو اگه شما سرچ کنید میبینید یه سرچ انجینی بوده که از قدیم بوده برای اینکه شما بخواید چیزی رو ذخیره کنید توش. حالا بعضیش کاملا جدیده، بعضیش کاملا بعضی LLM اومده، مثلا کروما، مثلا دیپ لیک، فکر کنم یا پینکون. اینا همه بعد از LLM اومدن، اما بعضیشون نه، از قدیم بودن. در واقع این وکتور استور دارن چیکار میکنن؟ مثل این که شما یه درختی داری، یه درختی رو درست میکنن، بعد شروع میکنن شاخ و برگ دادن به این درخت و روی این شاخ و برگ دیتا های شما رو میزنن. چه دیتایی در حوزه دارین شما؟ راو دیتای شما و امبدینگ هایی که من به اون راو دیتا. پس من الان لود کردم، اسپلیت کردم into the chunk، embedding در آوردم، extract the embedding vector and then store in the vector store. بعد بستگی داره به اینکه مثلا من چه مدل ذخیره سازی میکنم، اسامی مختلف دارم، مثل کروما، مثل دیپلگ، مثل فیز، مثل انوی، مثل پینکون و غیره و غیره. حالا من یه درختی دارم که تمام اون امبدینگ ها و دیتا روشه. حالا چیکار میکنم؟ پس منتظر سوالم الان. حالا سوال که میاد، میخوام این سوال و جوابش رو از تو اون درخت، حالا اسمش درخت نگم، بگم وکتورش رو میخوام اکسترکت کنم. خب دیتای منم، ببخشید اینپوت من که اینجا یه کوئشن منه، اینجا دوباره رو کوئشن من یه امبدینگ انجام میشه. امبدینگ با اون امبدینگ موجود مقایسه میشه و بعد به مبنای شباهتی که میبینه برمیگرده، یعنی کوئشن انسرینگ اتفاق میفته. ببین این مراحل رو هم دیگه، لود کردن دیتا تا برگشت جواب، به نام رگ معروفه، Retrieval Augmented Generation. یعنی ما همش توی مباحث کوئشن انسرینگ، یعنی یه داکیومنتی داریم میخوایم یه چیزی ازش بپرسیم، کوئری در واقع میخوایم بگیریم، ما در واقع داریم رگ رو پیاده سازی میکنیم. حالا این جزئیات رگ داستان زیادی داره دیگه. حالا من چجوری لود میکنم، چجوری اسپلیت میکنم، امبدینگ ها چیه، وکتور استورا چیه، سوالمو چجوری باید طرح کنم. اینجا میتونه همینطور ویدیوهایی هستش که به ترتیب میخوایم درست کنیم. پس ما مفهوم رگ رو متوجه شدیم که چه چیزی رو شامل میشه. خب تا اینجا مبحث، اگه همین الان شما میخواید شروع کنید در واقع یک مقدار کد بنویسید، یعنی در واقع get your hand dirty with coding، یعنی میخواید همین الان دستتون رو کثیف کنید با کد نویسی، همین الان میتونید این ویدیو رو ببینید برای یوتیوب. این به شما یاد میده که چجوری با همین دانش تو همین الان من چجوری یه لنگچن رو بیارم بالا، یک سری پی دی یک وی دی اف یا یک سری پی دی اف رو بخونم و تو این پی دی اف ها شروع کنم کوئری گرفتن، یعنی در واقع سوال مطرح با کوئشن انسرینگ، در واقع یه رگ ساده رو یا راه بندازم. خب اگه میخوام همین حرفامو رو دوباره به صورت یک شماتیک نشون بدیم، پس من دیتا رو لود میکنم. دقت کنید اینجا اگه من یه ذره زوم کنم، میبینید که ببینید وقتی من صحبت لودینگ میکنم، میتونه یه سری URL باشه، همونطور که یادتونه گفتم مثلا
میتونه لودر من بره مثلا یوتیوب رو بخونه، میتونه یه سری ان استراکچر پی دی اف باشه، میتونه اصلا اس کیو ال وصل بشه، سکوئل، اس کیو ال کلمه غلطی، سکوئل وصل بشه، میتونه این لودر مختلف باشه و بعد ببینید اینا رو میاد چانک چانک میکنه، چون دیتا که خیلی بزرگه دیگه، و ممنون توکن لیمیتی که داریم چانک چانک میکنه. تو چانکمون هم یادمون نره که میتونه دو مدل باشه، یا این چانک ها با هم اورلپ داشته باشن یا نداشته باشن، بعد استور میشن تو وکتور استور و بعد سوال نگاه کنی این قرمزو، سوال کوئری ارسال میشه، اینجا سمنتیک سیمیلاریتی انالیز انجام میشه بین آنچه در وکتور استور بوده و سوال شما، یعنی دو تا امبدینگ ها با هم مقایسه میشه و بعد جواب کوشن انسرینگ برمیگرده. حالا اگه ببینید یه چیز جدید اینجا میبینید به نام پرامپت، حالا میخواد جواب برگردونه یه ذره میتونید دکوریشنش رو عوض کنید، میگی میخوای اینطوری جواب برگرد، اینطوری برگردون. مثلا فرض کنید شما یه داکیومنت دارید درباره بنده مثلا نوشته مهدی یا اسم مستعار بنده نیما، مثلا یارم داستان زندگی پروفشنالش رو نوشته، شما میتونید میگی وقتی که من پرسیدم هویز مدی، به جای اینکه مثلا همه رو برگردون مثلا دو خط برگردون، فقط درباره شغلش حرف بزن، فقط درباره تحصیلاتش حرف بزن. یعنی تو نرودان میکنی، یه مقدار فیلتر اوت میکنی نوع جوابو و در واقع دکوریشن جوابو تو تعیین میکنی چجوری به جواب بده. اگه یادتون باشه برگردیم مثلا اینستراکت میدی، دستورالعمل صادر میکنی که چجوری برگردونه، اینجا چیزی به نام پرامپت میاد. حالا اینا کم کم میخوام یاد بگیریم. پس پرامپت انجینیرینگ یادتونه میگفتم ما با انگلیسیمون، با فرانسهمون، با فارسیمون میتونیم خروجیمون رو تنظیم کنیم، اینجاست. حالا بریم یه ذره داخل هر کدوم از این مراحل رگ RAG ما چه فریم ورکی رو میخوایم در نظر بگیریم اینجا. ما برای ارتباط با LLM میتونیم فریم ورک های مختلف داشته باشه، اما در این کار، در این ویدیوهایی که من درست میکنم لنگچین رو در نظر گرفتیم. لنگچین قبلا هم سرچ کردیم، یک بار دیگه هم سرچ میکنم. لنگچین در واقع یه تول کیتیه که به شما کمک میکنه که بتونید با LLM کار کنید. اگه اینو بریم پایین میبینیم وسط ها نوشته که میتونه برای شما یه فریم ورکی رو درست کنه که بتونید با LLM کار کنید. بسیار برگردیم اینجا. حالا تو این LLM، توی لنگچین تولکیت یا لنگچین فریم ورک که یادم گرفتیم چجوری باید نصبش کنیم، مثل خیلی از پکیج های دیگه پایتون شما دو حالت برای نصب داری، یا توی آناکوندا پیدا میشه یا تو پی وای پی آی. پی وای پی آی اگه بریم اینجا میتونیم اینجا سرچش کنیم به نام لنگچین و به روش همه پکیج های دیگه پایتون با پیپینستا نصبش کنیم که حالا این جزئیات رو من میگذرم. خب فرض کنیم نصب کردیم، لودرای چی داریم اینجا تو پرانتز بگم من در ویدیو بعدی خود نشون خواهم داد، یعنی امروز با این ویدیو یا شاید با یه ویدیو بعدی من سعی میکنم کانسپت ها رو تا یه حدی تموم کنم و بعد از ویدیوهای بعدی دیگه شروع میکنم کد نویسی، شروع میکنم همونایی که تو یوتیوب بود و غیر و غیره رو با هم قدم به قدم بریم جلو. فعلا سعی میکنیم کانسپت رو بفهمیم. حالا ما فرض کنیم که ما پس لنگچین رو نصب کنیم که تو ویدیو بعدی خواهید دید، بعد میایم لودر رو صدا میزنیم. لودر رو همونجوری گفتم با توجه به دیتا تایپ من، با توجه به نیچر دیتای من میتونه متفاوت باشه. مثلا ما این اسم فانکشن، یه فانکشن داریم به نام unstructured pdf loaded، کارش این که هزار تا pdf رو با هم دیگه میتونه بخونه. حالا اگه میخوایم توییتر باشه اینه، اگه میخواد برای واتساپ باشه اینه، برای سی اس پی باشه اینه، برای یوتیوب باشه اینه، از لانگ از کار قانونی باشه لنگشن براش لودر درست کرد. خب بعد که لود کردیم بعد اسپلیت کنیم، بعد که اسپلیت کردیم روش امبدینگ انجام بدیم. امبدینگ ها رو یادتونه که اوپن ای آی بود، هاگین فیس بود، اینستراک امبدینگ بود، گوگل امبدینگ بود. اوپن ای آی مثلا چی؟ جی پی تی 3.5 توربو. هاگین فیس مثل چی؟ مثل فالکون 40 بی. اینستراک امبدینگ چی؟ مثل این. درسته؟ گوگل چی؟ گوگل همه مدلاشو یا حداقل تا اونجا که من میدونم مدل‌های علمیشو با جمینای شروع میکنه، یه کلمه جمینای میذاره اولش. خب اینا امبدینگ ها، یعنی من تو کد لنگچنم بعضی که لود کردم، بعضی که اسپلیت کردم که حالا اینجا میس شده، بعد امبدر باید فیچر وکتور درست کنم، یعنی ببخشید اکسترکت کنیم یه سری امبدینگو، یک سری از این مدل‌ها رو بس اینجاست که اوپن ای آی کیه شما اون سیکرت کی که درست کردی اینجاست میاد، که نداشته باشه اینجا ارور میگه چون نمیتونه کامیونیکیت کنه.
می‌بینیم ما گفتیم که میخوایم اطلاعاتی بشه. یادمونه که وقتی می‌خواستیم اسپلیت کنیم گفتیم وقتی ما دیتا رو لود کردیم مرحله بعد این که من اسپلیت کنم اینتو د چان، اما ما همیشه لیمیتیشن داریم. لیمیتیشن یکی از لیمیتیشن که بعد توکن لیمیت رو هیچ وقت پس نکنیم. این توکن لیمیت رو از کجا میدونم؟ خب توی داکیومنت خود اون مدل هست. اما خب یکی از کار راحت که میتونیم بکنید، شما میتونید مثلا به سایت پی اچ آی ان دی یا سایت خود چت جی پی تی و غیره اینجا مثلا مدل رو سرچ کنیم، به جای اینکه حالا مثلا من حالا سرچ نداری بشین داکیومنتیشنش رو بخونی. ولی من اینجوری کار کردم مثلا زدم جی پی تی 3 توربو، مثلا فکر کنید چه مدلی رو من شنیدم بعد استفاده کنم، اما نمیدونم چی به چیه مشخصش نمیدونم. این صفحه هم شما میزنید دیسمیس، اگه بیایم پایین میبینید یه سری توضیحات رو درباره این مدل میده. شما میتونید مثلا ازش بخواید که توکن لیمیتش هم بدید. خب ببینید اینا یعنی داره توکن لیمیتاش رو به من میگه، نگاه کنید توکن لیمیتاش داره به من میگه. خب این عددی که یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید چی داره میگه، میگه استاندارد فلان این ماکسیمم 4000 تا اینپوت توکن دنبال میکنه. یعنی چی؟ یعنی که حد اکثر چانکای من ماکسیموم میتونه برسه به این عدد که هرگز نباید منتهای این عدد بگیم، چون یادمون نره این اینپوت توکن فقط شامل حال اون چانکای من نیست، شامل هر کاری دیگه که تو اون لنگچین دارین میکنه، از جمله پرامپتی که دارین میذارید، از جمله خود اسکریپتی که دارین میذارید، چون همه اینا رو دارین میفرستید سمت به عنوان توکن دارین میفرستید سمت اوپن ای آی دیگه. اینا همه دستورن، اینا همه توکن میشن میرن. مثلا من اگه بخوام مثلا با این کار کنم، من دیدی که پیدا میکنم خب این داره میگه تا 4096 تا یه 1000 تاشو بذارم برای کار پرامپتم و برای همین اسکریپت نویسیم و اینا، ماکسیموم چانکا میتونم تا 3000 تا ببرم جا. این چیزی مثلا اگه بخوام دو مدل استانداردش استفاده کنم، اگه بخوام مدل دیگه مثلا این مدل استفاده کنم خب یه عدد دیگه داره برام میگه. به طبع هر چی مدل سنگین‌تر میشه دپلوی سنگین‌تر میشه و پولی هم که شما از کردیتتون کم میشه یقینا بیشتر خواهد شد. این یه چیزی کاملا واضحه. خب ما برگردیم به رگ، ما فهمیدیم رگ یعنی چی، مفهومش فهمیدیم که این مراحل رو داره، این مراحل رو داره: داکیومنت لود، اسپلیتینگ، استوریج، ریتریوال، آوتپوت. لودر رو فهمیدیم، امبدینگ ها یه اسم رو فهمیدیم یه چیزی به نام پی اچ آی دی هست، مثل خیلی سایت های سرچ انجین دیگه که خود اینا سامرایز میکنن چیزی که روی اینترنت و به درد. باز خدمت عرضم که به فرض مدل دیگه هم میخواین یا دیگه هر مدلی میخواین میتونیم بزنیم اونجا. این مدل هایی که اینستراکتور دارن یا اینستراکت دارن تو اسمشون که بیشتر هم روی هاگین فیس به مجانی در دسترس هستن، اینا مدل هایی هستن که شما خیلی بهتر میتونی اینستراکتشون کنی. یعنی اگر فرض بخواید تغییراتی رو ایجاد کنید در اوتپوتتون، این مدل ها آماده ترن، چون اینا آماده ترن که اینستراکشن بگیرن. اما به این معنی نیست که البته قبلی ها هم نمیگیرن، اما اینا بیشتر آمادن برای این موضوع. اینجا یه جدولی داریم داره به ما یاد میده که ببین اگر رفتی سراغ هاگین فیس مدل ها که توی گفتم ریپوزیتوری هاگین فیس هست و مجانی است، اگر مدل هایی پیدا کردی توی مدل نامی از اینستراکتور اینستراکشن چیزایی هست، اینا خیلی خیلی آماده تر هستن برای فاین تیونینگ که ما فعلا در حال هیچ تجربه ازش نداریم. یعنی در واقع مثلا فکر کنید یه دیتا یه مدلی دارید فقط انگلیسی میدونه، حالا میخواد انگلیسی پزشکی رو بدونه، در واقع میخواد فاین تیون کنید روزه پزشکی. مدلی که بر مبنای اینستراکت باشه خیلی راحت تر سهل و وصول تر برای اینکه من اینو ببرم به سمت فاین تیونینگ و در زمینه پزشکی. بعد چیزی که اینجا میبینید اینجا ببینید چیزی که مهمه این که میگه شما میتوانید اینو توی دومین خاصی پیاده سازی کنید، ددیکیتش کنید به یه دومین خاص. و این مسئله ای که مهمه در واقع اینستراکت در واقع میتونید شما روی موضوع خاصی بگید فقط به من خروجی بده. خب اوکی. جمنای هم صحبت کردیم، یه مدل های دیگه هست که زیر مجموعه گوگل. حالا مبحث بعد بریم. ما تا اینجا لودر فهمیدیم یه سری اسامی داره، وقتی تو لنگچین شما نصب می‌کنی یک سری اسامی داره برای خودش مثلا اینا. ما متوجه شدیم امبدینگ هم همچنین یک سری اسامی داره. این تا اینجا چیزی که از امبدینگ ها متوجه شدیم که آقا هر مدلی که لود می‌کنن یه توکن لیمیتی داره. این توکن لیمیت به ما میگه حد اکثر چقدر توکن میتونه به سمت اون مدل بره. خب این توکن ها شامل اسکریپت ها، پرامپت من که در واقع نمیدونیم چیه و چانکای من میشه. پس این به من یه دیدی میده حد اکثر چانک من چی جوری میشه. ما فعلا مثالی نداریم اما اینو فهمیدیم که این اتفاق میفته. ما بین مدل های LLM
ولی اون مدل هایی که بیشتر تو هاگین فیس پیدا میشن، اونایی که اگه اینستراکت هستن، اینا آماده تر هستن برای فاین تیون شدن، آماده تر هستن که روی موضوع خاصی اینا رو اکسپرت کنیم. مثل که من تو حوزه مالی شرکتم کار میکنم، من به من ربطی نداره سوالای روانشناسی و پزشکی اینا. من نمیخوام اصلا چه این سوالی از من پرسیده بشه که من شروع کنم یه سری جواب الکی دادن، یا شروع کنم چون LLM بر مبنای سوالی که میبینی شروع میکنه یه جوابی تولید کردن دیگه. اگه پرامپتش خوب تنظیم نکنید، چرا؟ چون به هر حال سمنتیک سیمیلاریتی یه جا شاید پیدا کنه و اون رو به عنوان خروجی برگردونه که ما سعی می‌کنیم با پرامپت اینو کنترل کنیم. و به علاوه اینکه من اینو فاین تیون کنم، فاین تیونم برای مدل های اینستراک امبدینگ رو بهتر. اوکی. خب حالا تا اینجا ما فهمیدیم که کلا ریتریوال تقریبا چجوری کار میکنه، یعنی سمنتیک سیمیلاریتی انالیسیس چجوری کار میکنه. حالا یه مقوله‌ای داریم به نام چین تایپ یا میبینی که تیپ آف چین این the lang chain. یه سری اسامی داریم به نام استاف، مپ ریدیوس، ریفاین، مپ ریرن. اطلاعات دقیق ترش رو میخواین، خواهش میکنم و توجه شما جلب میکنم که برید این دوتا لینک رو ببینید. در کل ما وقتی سوالی داریم، سه تا وبسایت خیلی کمکمون میتونن بکنن. در واقع دو تا وبسایت، حالا جدا از وبسایت هایی که من من اونا رو نمیگم، وبسایت هایی که از قدیم بودن. یکیشون وبسایت مدیومه، یکی هم وبسایت تووار دیتا ساینس. این دوتا خیلی از مباحثی که شاید توی ساینتیفیک پیپر ها سخت باشه فهمش، میتونید شبیه اونا تو تووار دیتا ساینس اور مدیوم پیدا کنید. واسه همین میبینی که وقتی من خواستم اینجا مثلا چین تایپ رو بفهمم یعنی چی، یعنی تایپ اف چنار بفهمم یعنی اینا رو بیشتر آشنا بشم یعنی چی، من دو تا رفرنسی به معنی مدیوم یا تووار دیتا ساینس دارم. خب حالا ببینید اینا چی هستن، استاف چیه، مپری رنگ چیه، ریفاین، مپ ردیوس و غیره چیه. ببین وقتی من سوال رو میپرسم چه اتفاقی میفته. ببین من یه سوال میپرسم، این سوال میره مواجه میشه با وکتور استور من. وکتور استور من چیا روش بود؟ یه عالمه برانچه، یه عالمه لیفه که روش یه عالمه راو دیتا امبدینگ است و مبنای اینکه کدوم از اینا بهش نزدیکه این جواب میخواد برگردونه. حالا وقتی من سوال میبره، مثلا فرض یه مثال احمقانه، مثلا 1000 تا امبدینگ روبروشه، چی جوری با اینا برخورد میکنه، چی جوری اینا رو به هم دیگه وصل میکنه، یعنی چین، یعنی حلقه درست میکنه. این میشیم چین تایپ من. یعنی ما بر مبنای دیفالت چی جوری سوالمون رو بفرستم سمت این امبدینگ های موجود روی وکتور استور من، چجوری جوابمو جمع کنم از رو اون. پس سوالم میفرستم روی این امبدینگ ها، حالا جوابمو چجوری جمع کنم. پس من اصلاح کنم، من روی چجوری این جوابمو از بین این امبدینگ های موجود جمع کنم و برگردونم در واقع چین تایپ ببنه. میگه من جواب پیدا کردم یه ذره اینجاست، یه ذره اینجاست، یه ذره اینجاست، مثلا فکر کن 100 تا داشته رو به روش. فرض کن اون سوالی که پرسیده مثلا پرسیده مهدی کیست، بعد یه جا گفته مهدی اینستراکتوره، یه جا دیگه گفته مهدی is a data scientist، مهدی is a resident of Quebec، مهدی نمیدونم Persian speaker، نمیدونم هر چیزی. خب اینا رو جواب پیدا کرده سوال، خب به همه اینا نزدیکه دیگه. خب حالا چیکار کنه؟ اینا رو همه رو برگردونه، چیکارش کنه؟ خب مثلا فکر کن نه تنها پیدا کنه مهدی resident in Quebec، یه جور دیگه پیدا کنه مهدی is living in Montreal or in the south of Quebec. خب اینا رو از دید یک شنونده وقتی میگه resident of Quebec یعنی ساکن کبکه، وقتی میگه living in Quebec خب یه معنی داره. آیا لازمه هر دو رو برگردونم؟ یکیشو برگردونم، اولی برگردونم، آخری برگردونم؟ اینا میگه که من چجوری این چینا رو با هم وصل کنم. یعنی پس من صحبت از چین تایپ میکنم وقتی من کوئسشن رو میفرستم روبرو امبدینگ های مختلف و امبدینگ هایی که پتانسیالی میتونه انسر من باشن رو کالکت میکنم. حالا کدوماشو برگردونم، چجوری برگردونم؟ چین تایپ من هست. خب اولی و ساده ترین مدلی که باش برخورد میشه کرد استافه. استاف چیکار میکنه؟ سوال میگیره، سمنتیک سیمیلاریتی رو پیدا میکنه، پرامپت رو نگاه میکنه. پرامپت چیکاره است؟ پرامپت رو ببینید، پرامپت اینجا بود دیگه. یه بار دیگه برگردیم به این. ببینید شما جوابو گرفتی، پرامپت در واقع مودیفای میکنه که جواب چجوری باشه. مثلا یه سری دستورالعمل میده، میگه آقا 100 کلمه بیشتر نشه، فقط درباره شغلشو برگردون، نمیدونم فقط زبان انگلیسیشو برگردون، فقط
یه سری دستورالعمل داره میدی دیگه، درسته؟ اونا رو هم جمع میکنه. پس جواب میاد امبدینگ ها رو، پتانسیال انسر ها رو جمع کنه، پرامپت هم جمع میکنه. بعد اینا رو که پیدا کنه اینا رو هم مخلوط میکنه میفرسته، میگه حالا کدوم از این، بعضی که پرامپت رو دید، بعضی که جواب پتانسیال انسر رو هم دید، حالا میخواد اینا رو برگردونه که حتما مطابق با پرامپت باشه و ممکن مطابق با پرامپت بیش از مثلا یه دونه باشه. میگه بعضی که باز پرامپت رو برگردونیم، مثلا میگه فقط دعوا شغلش باشه. خب وقتی میگه دعوا شغل مهدی باشه، خب یه دونه چانک پیدا کرده، یه امبدینگی پیدا کرده که میگه مهدی از اینستراکتور. خب اوکی، این شغلشه دیگه. یه جوری دیگه هم گفته مهدی از دیتا ساینتیست، اینم شغل، هر دو تا داره. اینجا با چین تار بعد بیاد بیرون. اما خب پرامپت من به من گفته که آقا درباره محل زندگیش نمیخواد دیگه صحبت کنه دیگه، اونی که میگه مدیز رزیدنت اف کبک اونو میندازه دو. حالا اینجا حداقل رسید به دو تا امبدینگ، دو تا پتانسیال انسر. باز با اینا چیکار کنه؟ اینجا با چین تایپ میاد بس. خب اولین چین تایپ من چیه؟ استاف. نگاه کن، میگه که میاد همه رو با هم قاطی میکنه و اینا رو تا اون جایی که توکن لیمیتش بشه اجازه میده برمیگردونه. استاف میکنه. استافینگ توی آشپزی هم استفاده میشه دیگه، یعنی مثلا میخوام بگم مرغ شکم پر، هم همین کلمه رو استفاده میکنم، میگه استاف چیکن. یعنی مثلا توی شکم مرغ رو پر میکنن، هم توی پای سر پر میکنن تا جایی که دیگه جا نداره دیگه، درسته؟ جا نداره. اینجا هم همینه، این میگه جوابا رو برمیگردونه بر مبنای پرامپت من، بر مبنای پتانسیل هست، تا جایی که دیگه توکن لیمیت من اجازه نمیده. آقا توکن لیمیت من با سوال و جواب و همه چی، آقا میگه تا 4000 تا دیگه. مثلا مدل جی پی تی در استفاده میکنه، جی پی تی 3.5 میگه 4000 تا. خب آقا من مثلا 2000 تاشو که برای چانگ چانگ هم استفاده کردم، 1000 تاشو برای پرامپت هم اسکریپتش، خب اینم 1000 تا میتونه حد اکثر جواب بده، تا 1000 تا میونه نشد دیگه قطع میکنه. هیچ اینتלקچوالیتی این وسط نیست، هیچ هوش مصنوعی این وسط بعدش دیگه نمیاد. یعنی تا اینجا هوش مصنوعی بوده، اما برای استاف کردن هوش مصنوعی هر چی جواب برمیگردونه. به تبع لحاظ قیمت وقتی که تو کدتون از استاف استفاده میکنید، خب بسیار ارزونه، بخاطر کاری نمیکنه، فقط میاد هر چی جواب رو میذاره پشت سر هم بهت برمیگردونه، درسته؟ خب این خیلی خوبه موقعی که ما دیتامون خیلی کوچیکه، ما خیلی زیاد نمیخوایم جواب بگیریم. چرا؟ چون اگه ما خیلی جواب مختلف رو بخوایم جواب بگیریم، چون هوشمندی نداره، همه چی رو داره برمیگرده، داره کندی میاره، لاتنسی داره بر من میاره، درسته؟ و اگرم مثلا جوابای شما یه دفعه ناخودآگاه بیش، اصلا اولین جواب شما بیش از توکن لیمیت شما باشه، چیزی برای خلاصه سازی، بین سازی اینا نداره، اونجا دیگه اصلا فیل میشه. میدونی مثلا جواب شما جواب بدید که اصلا دیگه فقط نگفته میدیز اینستراکتور، یه جواب دیگه که خود جواب از توکن لیمیتتون فیل میشه، که این اگه مثلا این اتفاق افتاد باید چیکار کنید؟ شما باید برگردید پرامپتتون رو کوچیک کنید، چانک سایزتون رو کوچیک کنید که مثلا بیشتر فرصت بدی به جوابتون، به انسرتون جواب بدید، که نره از توکن لیمیتتون بزنه بالا. به هر حال استاف یکی از ساده ترین و دیفالت خیلی از اپلیکیشن هاست برای برگشت جواب از روی LLM اپلیکیشن. موقعی که ما خیلی هم برای ما مهم نیست که حالا خیلی چیزای تکراری رو حذف کنه، برای ما خیلی مهم نیست که خیلی دقیق و قشنگ جواب بده، از اون که جواب رو پشت هم به من میده اوکیه. لازم نیست که مثلا فرض کنید من میگم که مهدی is an instructor in McGill University and Mehdi is teaching machine learning in McGill University. Mehdi is a mentor for some student. bla bla bla. اوکی، همه این سه تا جمله یکیه، اما این که نمیفهمه که این که مکانیزمی نداره، هر سه تا رو برمیگردونه، هر سه تا رو برمیگردونه تا زمانی که پر بشه دیگه. تا پر شده پر نشده اوکیه. اما خوبیش چیه؟ خیلی سریع دیگه، چون هیچ کاری نباید بکنی، همه رو فقط برگردونه. خب درسته، همه رو باید برگرد، فقط میاد سوال رو با پرامپاتی میکنه، فاینال انسر به شما برد. بسیار عالی. ببینید اینجا همینی که داری میبینی، این اینقدر توکن لیمیت داری، این اینقدر داکیومنتتون تو گرفته، خود پرامپتتون رو میگیره، حالا 2000 تاش اینجا رفته، اینقدرش هم تو پرامپت هزینه میشه و بعد جوابتون رو شما برمیگرده، جواب هر چی هست رو برمیگرده، درسته؟ خب مدل بعدی چیه؟ مپ ردیوس. مپ ردیوس رو احتمالاً دوستانی که مثلا تو زمینه برنامه‌نویسی کار کردن، حتی تو دیتابیس، این مقوله رو میشناسن. این در واقع چیکار میکنه؟ این در واقع کارش اینه که میان مشابهات رو پیدا میکنه. وقتی من میگم made in the instructor made teaching machine learning،
خب هر تو یه معنی داره. اینا مشابه هم. مپ میکنه، مپ یعنی نگاشت میکنه به یه چیزی و ردیوس میکنه، دوتا رو بر نمیگه، یکیشو برمیگردونه. پس مپ ردیوس چیکار میکنه؟ میره روی، نگاه کن اینجا رو، میره ایتریت میکنه، یعنی میچرخه روی این امبدینگ ها. بعد جوابایی که همه رو لیست میکنه، اینجا می همه جوابا رو لیست میکنه، اما همه این جوابا رو بر نمیگردونه. کاری هم نداره به توکن لیمیت. اول نگاه میکنید اینا با هم شبیه یا نیستن. اگه شبیه، یعنی بعضی که جواب رو پیدا کرد شبیه رو مپ میکنه، ردیوس میکنه. اگه شبیه، خب یکیشو میفرسته. و از اون برم چون همه اینا رو این پارالل انجام میده، همه اینا یعنی جواب رو هی نگه میداره، پارالل نگه میداره. یه خوبی دیگه داره، ذاتا آماده برای دیستریبیوت کردن روی سرویس های، روی نود های مختلفه. یعنی مپردیو دو تا خوبی در بر من میاره. یکی چیز تکراری بر من بر نمیگردونه، و از اون برم چون اینا رو توی مموریش به صورت این نگه میداره که بتونه مقایسه کنه. شما میتونید یه دفعه اینا رو دیستریبیوت کنید، یعنی سرعت پردازشتون رو میده ببرید بالا، از بابت اینکه مپردیوس این قابلیت رو شما میده. البته در مقایسه با استاف هنوز کنتره. چرا؟ چون استاف اصلا کاری نمیکنه، همچین رو میندازه تو خروجی تا اینکه میخوره به توکن لیمیت. اما اینجا نسبت مثلا میگه خب هم تکراری پیدا میکنه، اما همین که داره پارالل هم میذاره، این قابلیت رو به شما میده که این دیستریبیوت کنی. پس اگه من اصلا دیستریبیوت نکنم و فقط روی یه نود، روی اینستنس کار کنم، روی یه ماشین کار کنم، مپ ردیوس خب به تبع حتما از استاپ 100% کنتره. یعنی با یه اینستنس اگه مقایسه کنم 100% کنتره. اما مپ ردیوس هوشمندی بر من میاره، درسته؟ هوشمندی بر من میاره به تبع. خب از قیمتش گرونتره. یعنی وقتی که من میام جی پی تی توربو 3.5 توربو رو استفاده میکنم، از اون ور چین تا به من استاف باشه یا مبلغی روش، قیمتی هم که من چارج میشم با هم متفاوت خواهد. خب این الان توکن لیمیته. میبینی که هر سوالی میفرسته بر مبنای میفرسته رو اون چانکا، از هر کدوم جواب میگیره، این جوابا رو با هم مقایسه میکنه. اگه تکراریه یکیشو برمیگردونه، تکراری یکیشو. فرض کن این چهار تا همشون حرف تکراری دارن میذارن، یکیشو به عنوان جواب برمیگردونه. پس اگه من بگم Mehdi is instructor in McGill University, Mehdi is teaching machine learning university, Mehdi is teacher, all is the same, right? یکیشو برمیگردیم. خب حالا کدوم برمیگردن؟ مپردیوس رندوملی فکر کنم اگه درست میگم یکیشو برمیگرد، دقیق باز یادم نیست. حالا بریم سراغ بعدی که میخوام بگم مپری رنک. ما تا اینجا مپردیوس رو فهمیدیم. مپری رنک دیگه چیکار میکنه؟ اینو اگه خوب بخونیم اینجا میبینیم که مپری رنگ در واقع همون کار مپردیوس رو انجام میده، فقط یک کار دیگه میکنه. یه اسکور میده، یه اسکور میده به هر انسری که پیدا کرد. و به مبنای اون اسکور، یعنی این اسکور از کجا میاد؟ از اینکه چقدر علاوه معنایی به امبدینگ سوالتون نزدیکتره. یعنی من بگم مهدی ایز اینستراکتور، اسکور بالاتری داره، یا بگم مهدی ایز تیچر، یا بگم مهدی ایز فاکولتی ممبر، ایز پارت تایم لکچرر، کدومش مثلا هایست اسکور داره، اونو برمیگردونه. در واقع این همش داره اسکورینگ را میندازه و ووت را میندازه، درسته؟ سیستم رایگیری را میندازه، درسته؟ و اینجا همیشه سعی میکنه دقیق ترین جواب بده و یک دونه جوابم بده، درسته؟ یک دونه جواب بده، چون یک دونهش رو میشه هایست اسکور دیگه، درسته؟ پس اگه اینو خوب بخونی، مپری رنگ، مپ ردیوس یه ذره مثل ببین استاف هم مپ ردیوس هر دو آمادن برای سوالی که یکی اوپن انددن. یعنی چی؟ یعنی مثلا سوالی که یه ذره کلی تره. اما اگه من میخوام خیلی دقیق باشم، ببین من میگم هویز مهدی، یه ذره سوال اوپن اندده، یعنی بخاطر اینکه میتونه هم درباره شغلش باشه، هم درباره فلان باشه. البته به پرامپت من نگاه میکنه. حالا فرض کن که پرامپت من چنین گفتی خیلی اوپن اندده، درسته؟ یعنی میتونه هر چیزی بگی دیگه. مثلا که من بپرسم مونترال کجاست، خب تو میتونی هر چیز درباره مونترال بگی که مونترال بگی کجاست، درسته؟ میتونی بیای فقط درباره اینکه یه جای تو کبک صحبت کنی، یا بری علاوه جهان صحبت کنی، یا مثلا درباره فرهنگ صحبت کنی، یا چنین چیزی. از باز دیگه چجوری تفسیر کنی. اما اگه نه خیلی دقیق میخوای بدونی، اینجا رو ببینیم. خیلی این دقیق داره من میگه، میخوای دقیق یک جواب دنبال یک جوابی، و معمولا توی سینگل داکیومنت، یعنی
100 تا داکیومنت هم نمیخوای سرچ کنی. اینجا رو ببینید، من اینجا رو البته می‌خواستم هایلایت کنم، همش هایلایت میشه. ببین نمیشه Mapry rank is a good choice for question and answering task where you expect there to be a single simple answer. یک دونه جواب این سینگل داکیومنت اینجاست. مثلا میخوای بگی کی اینو برگر امضا کرد، کی فاینانشال ادوایزر این کانترکت بوده. اینجا دنبال یه جوابی، یه نفری، اوپن اندد نیست. اینجا مفری رنگ. اما مفری رنگ بود بهتر از مفردیوس گرونتره، به خاطر اینکه دوباره داره اسکور میده. اما خب جایگاهشون هم باید ببینیم. درست. ریفاین چیکار میکنه که من اینجا جام کردم؟ ریفاین یه چیز عجیب غریب تریه. ریفاین میدونی چیکار میکنه؟ اگه ما برگردیم برای اینکه مقایسه بکنیم، یادتونه توی ویدیو قبلی صحبت مثلا مدل جدیدی که اوپن ای آی داده به نام اووان، یا اسم قبلیش بود استرابری کردیم. یک کاری که داره میکنه، داره چین آف تاک داره. یعنی چی چین آف تاک؟ یعنی که هی فکراشو هی با خودش دوباره تکرار میکنه، دوباره تکرار میکنه. دیگه اینو بگم نه یه ذره صبر کن بذار ببینم جواب بهتر میتونم بده کنم. شما اگه میخوای یک خروجی خوشگل تری داشته باشی، ریفاینه. یعنی مثلا شما مثلا میبینی که مثلا من میگم که آقا خلاصه این داکیومنت رو من چیه، اوکی. شما این با خلاصه چیکار میتونی بکنی؟ میتونی هم مپردیوس بزنی، هم استاف بزنی، هم ریفاین بزنی. بهتر مبری رنگ رو نمیزن. مبری رنگ چون دنبال یه جوابی اینه، اینجا برای این سوال به در نمیخوره. اما هر سه تا اینو میتونه، برای اینکه من بگم خلاصه این داکیومنت رو بدم، به در میخوره. بس اینکه شما چه جوری با محموله خلاصه میخوای برخورد کنی. اگر میخوای هر چی داد، مثلا به معنی که توکن لیمیت من چقدره، پرامپت من چی میگه، یه خلاصه بده. بالاخره بهتر از هیچ چی بگی. خب استاف ارزونتر، سریعتر برون. اما بخوای اطلاعات متفاوت رو بر من بده بیرون، مپردیوس میتونه خوب باشه. ریفاین کجا خوب میتونه باشه؟ شما میخواین تقریبا از هر دری سخنی بگه و قشنگ هم صحبت کنه، اینا تکراری ها رو بفهمه، با خودش تکرار کنه آیا اینو بگم یا نه اون یکی رو بگم بهتر، اینو بگم بهتر، تمیزش کنه، زیباتر، شکل‌تر بدم. اینو ریفاین بهتر. خب چون این همه این پروسسور با هم داره، یعنی ریفاین داره هم تکراری رو حذف میکنه، هم سعی میکنه که هی با چین اف تاک بکنه، بگه اینو بگم نه اینو بگم، اینو بگم اینو بگم. داره این کارو میکنه. به طب خیلی طول میکشه، اما جواب خوشگلتری ممکنه به شما بده، جواب شکیلتری به شما بده. واسه که داره به طب اینم گرونه دیگه. درسته؟ این خب شورت کامینگشه، معایبش هم از اون ورم خب به شما یه دقت بسیار بالایی رو میده دیگه. درسته؟ یک دقت بالایی میده. البته موقعی که ما دنبال سینگل انسر نباشیم، دنبال سینگل انسر باشیم، بهترین انتخاب مپری رنک. البته این به معنی نیست که من اگر همین الان بپرسم که مثلا کی داکیومنت امضا کرد، بگم استاف جواب نده. نه، اگر یه کامپلکسیتی میبینم تو جریان، یه ذره سخته، خیلی هم مراقب میخوام باشم، شاید اونجا مپری رنگ استفاده بشه. این پس یه مقوله جدیدن یاد گرفتیم، تازه یاد گرفتیم، مقوله به نام چین تایپ. چین تایپ به من کمک میکنه که چگونه خروجیمو، انسرمو جمع کنم، چجوری کالکت کنم انسرمو. استاف، ریفاین، مپ ریدیوس، مپ ری رنک. اینجور داره بیشتر صحبت میکنه. ببینید چی داره میگه. میگه که مپری برای اوپن اندد، خب همینجوری که صحبت کردم گفتم اوپن اندد اصلا مناسب نیست می مپری. مثلا میگم من میگم وریز مونتریال، یا اینجا میگه what is the meaning of life. اینا که از هر دری میشه صحبت کرد، تفسیرهای متفاوت میتونه باشه، این اصلا درست نیستش. اما داره میگه مفری رنگ موقعی که دقیقاً دنبال یک جواب خاص میگردی، فوق العاده است، فوق العاده است. و چتبات روی موضوع خاصی، روی مثلا وام رو موضوع خاص، یک جواب خاص رو میخوای دنبال کنی، این میتونه فوق العاده باشه. خب باز تموم شد. توی رک وقتی که لود کردم دیتا رو اسپلیت میکنم اینتو د چانک، امبدینگ میزنم، بعد وکتور استرو رو درست میکنم، بعد ریتریور را میذارم. ریتریور یعنی سوالمو میفرستم، سوالم امبدینگ میشه رو سوال من، بعد پرامپتمو نگاه میکنه، بعد تو مرحله آخر کوئسشن انسرینگ من نگاه میکنه که چین تایپ من چی باشه، چجوری جواب رو کالکت کنم و غیره. تا اینجا رو رگ تا اینجا یاد گرفتم. حالا این همه رگ نیست، رگ دوباره ستینگ های دیگه هم داره. حالا من این سوال من اومد، یه دونه سوال میگه who is Mehdi. حالا من یه درختی رو برم که وکتور استرو اسمشه، 10,000 تا امبدینگ ده، 10,000 تا شاخه ده. آقا من این سوالمو چجوری بفرستم سراغ این 10,000 تا؟
خب اینجا ما درسای اون آندرگراد ما، درسای لیسانس ما، یه درسی داشتیم به نام الگوریتم و دیتا استراکچر. اونجا میاد اصلا مفصل درباره که اصلا مقوله سرچ چجوری انجام میشه، باینری سرچ چیه، رندوم سرچ چیه، بیزیان سرچ چیه، اینا اصلا چجوری مقوله سرچ چجوری انجام میشه بین اون همه دیتا. خب اونجا صحبت میشه. حالا اینجا توی LLM دوباره تکرار میکنم، تو LLM ما دنبال راحتی کار هستیم برای آدمایی که خیلی هم در این ریاضیات بفهم، خیلی هم نمیخوام برم اون درس رو مرور کنم، با مقولات ساده ترش میخوام مواجه بشم. اومدن تو چین تایپ ها گفتن آقا یه چیز دیگه هم تنظیم میکنیم. مگه تو قرار نیست که جواب رو برگردونی؟ مگه چین تایپ این کار نمیکنه که بگه حالا این جوابی که پتانسیالی هست چجوری برگردون؟ خب اون جوابای پتانسیال انسرا رو چجوری پیدا کنم بین اون همه؟ چجوری سرچ کنم؟ چجوری برم در دونه دونه در خونه هاشون رو بزنم، دونه دونه برم جلو؟ اون که 1,000,000 امبدینگ رو برومه چیکار کنم؟ اینو در واقع میاد سرچ تایپ رو معرفی میکنه، میگه چجوری سرچ کنم، چجوری سوالمو با امبدینگ ها با هم دیگه سعی کنم سمنتیک سیمیلاریتی پیدا کنم. دو تا مقوله مطرح میشه به نام همین سیمیلاریتی سرچ، یکی دیگه مطرح میشه به نام MMR. MMR درسته؟ حالا اینا هم چه فرقی دارن؟ MMR ببین توی سیمیلاریتی سرچ میگه که آقا جا این ساده ترین چیزی هست و من سوال میفرستم، یه دونه رندوم سرچی که حالا نمیخواد شما بدون اندازه چیه را میندازم، میرم یه جواب پیدا میکنم دیگه. اما یقینا دقیق نیست، چون یک سریال رو رندوملی دارم ایگنور میکنم. اما به مبنای الگوریتم که دارم احتمالاً تا اونجا که میتونم جواب پیدا میکنم، حتی بدون جواب تو رو نمیذارم. درسته؟ بعد بدون جواب تو رو نمیذارم، اما دقیق نیست. حالا این جمله یه جمله دیگه میگه بعضی موقع خیلی رلوان نیست، یعنی دقیق نیست دیگه. یعنی شما یه سوال دیگه پرسیدی، یه سوال دیگه جواب داده. همین الان هم دارید میبینید. ببین الان ما این واتساپی که داریم رو گوشیامون یه فیچر جدید داره به نام ایمجین، درسته؟ شما این فیچر ایمجین گوشیتون اگه فعال کنید، مثلا شما به انگلیسی میتونید یه تصویر رو برای شما کرییت کنید، جنریت کنید. همیشه دقیق نیست. یعنی این دقیقاً این امبدینگ شما رو درک نکرد. اینجا هم وقتی میخواد سرچ کنه خیلی دقیق سرچ میکنه، اما خیلی سریع، چون میره با اون رندوم سرچی که داره بالاخره یه جواب پیدا میکنه برای شما برمیگردونه. اما MMR سعی میکنه تا اونجا که میتونه دقیق تر سرچ کنه و وقتی جوابایی هم که پیدا میکنه سعی میکنه دایورسیتی بینشون باشه. یعنی وقتی میگه هویز مدی، میره سرچ که میکنه توی روش اول توی سیمیلاریتی سرچ میره مثلا پیدا میکنه مدید معلم حالا من به باشه انگلیسیش میگم مدی اینستراکتور، مدی از تیچر، مدی از لکچر. اینا رو پیدا کرد اوکی، یه دیگه میبینه آقا جواب پیدا که برمیگرده میره. حالا اما مثلا شما شاید مثلا دلشون خواسته که مثلا رزین آف کبک هم برگردن، یه جواب پیدا کرده دیگه نمیره رزین آف کبک رو برگردونه، چون دیگه کافیه براش دیگه اونو میس کرده، اون دیتا رو میس کرده، یعنی رلوانسی مثلا یه قسمت از کوشن رو میس کرده. اما اینجا سعی میکنه وقتی پیدا کنه مثلا جواب پیدا کنه مدیز اینستراکتور، مدیز تیچر، مدیز لکچر، میگه ای بابا اینا که دایورسیتی ندارن که، اینا خیلی شبیه هم. خب بذار نگه میدارم بذار ببینم جواب دیگه پیدا میکنم یا نه. میره یه جا جلوتر میبینه مدیز رزین آف کبک، او این پس اینا نگه میداره. میگه خب من سه تا جواب پیدا کردم که شبیه هم، یه جواب پیدا کردم شبیه هم نیست. اینا نگم همینجوری میره جلو ایتریت میکنه. هیچ کار میکنه بخوام دقیق تر بگم، میاد یک کی تایپی، یعنی مثلا مثلا میاد 1,000 تا، مثلا فکر کن 1,000,000 روبروشه، میاد حالا کوچیک‌ترش کنم بگم 1,000 تا 1,000 تا داریم، میاد مثلا 100 تا میشه 10 تا کلاستر دیگه. 100 تا اول میگیره چون که سوالو از اونا پرسیدن، بعد یه سری جواب پیدا میکنه، اونایی که شبیه هم میذاره یه طرف، اونایی که دایورسیتی دارن میذاره یه طرف. خب فعلا مثلا فکر کن مدی از اینستراکتور، مدی از تیچر، مدی از لکچر تو کلاستر اول پیدا کرده، مدی از رزیدنت تو کلاستر اول پیدا کرده. اینا الان 4 تا جواب اینجا پیدا کرده. میره توی 100 تای بعدی، یعنی این کلاستر رو میذاره کنار، میره 100 تای بعدی یک کلاستر دیگه، تو اونا دوباره سرچ میکنه، دوباره یه سری جواب دیگه پیدا میکنه. بعضیشون باز به هم دیگه سیمیلار هستن، بعضیشون دایورسیتی میاره. همینطوری سعی میکنه تمام این درخت رو به مبنای اون کلاسترهایی که من میگم جدا جدا ببره جلو. و بعد حالا این جوابایی که از هر کلاستر داره رو میاد سیمیلاریتاشون میکنه، یه دونه دایورسیتی هاشون نگم، دوباره دایورسیتی ها رو با هم دیگه چک میکنه که دوباره سیمیلار نباشه.
بعد اینا رو برمیگرده. خب اینجا معلومه که من اگه MMR رو استفاده کنم، در واقع باعث شده که هم رلوانسی به سوال من خیلی بره بالا. خب معلومه که چون من همه جا رو دارم با کلاسه کردن سرچ میکنم، و هم دایورسیتی بره بالا. ببین پس هم مپ ردیوس از یه طرف مثلا این کمک به من داره میکنه، هم از این ور نوع سرچی که از همون خوراک اولیه چین تایپ باشن هم دارم با سرچ تایپ هم سرچ بهینه میکنم. پس وقتی من جوابم اگر بهینه نبود، خوشم نیومد، چه چیزایی رو باید عوض کنم؟ من باید هم مدل هم میتونم عوض کنم، چون اصلا امبدینگ من شاید درست کار نکنم، مثلا مدل توربو 3.5 من درست کنم که بعد برم داوینچی استفاده کنم، و بعد ممکنه این چین تایپ من درست کار نمیکنه، و بعد ممکنه سرچ تایپ من کار نکنه. حالا کدوم شروع کنم؟ اول از سرچ تایپتون شروع کن، چون ممکن معقوله سرچ تایپ تو به صورت دیفالت سیمیلاریتی سرچ و خیلی جواب خوبی برای جمع نکرده، که حالا به خوراک به فیدینگ کنه به مثلا چین تایپ بعدی شما که استاف، مپری رنک، مپ ردیوس، ریفاینه. خب اینجا اینه من میبرم MMR درست میکنم. تو MMR چیا رو باید تنظیم کنم؟ تو MMR من باید بگم که آقا اولا چند تا جواب برگردون. آقا اینجا میگه مثلا 10 تا جواب برگردون. آقا من این کلاستر میخوام بکنم، چند تا این برانچ ها رو با هم در نظر بگم، میگم 100 تا 100 تا برگردون. درسته؟ 100 ببخشید 100 تا 100 تا رو یک کلاستر کن. بگم 1000 تا دارم، 1000 تا برانچ فرض دیگه، ما داریم یه چیز دامی مثال میزنیم. بعد میگم که حالا 1000 تا 100 تا میشه 10 تا کلاستر. این 100 من از اینجا میاد. بعد میگم آقا مثلا تو هر کلاسه تو کلا هم به من مثلا 3 تا جواب برگردون. اینه 3 تا جواب. مثلا میگه مهدی ایز اینستراکتور، چون میخواد دایورسیتی هم رعایت کنه، مهدی ایز رزیدنت اف کبک، میخواد دایورسیتی رو رعایت کنه، میگه مهدی ایز پرژن اسپیکر. درسته؟ ببین الان پس من میگم که 3 تا جواب برگردون، وقتی من گفتم هویز مهدی 3 تا جواب برگردون. اوکی، میره 1000 تا داره رو بروش، 100 تا 100 تا کلاستر میکنه، تاپ کی میگه 100 تا 100 تا. بعد اینا ممکن تو همون کلاستر داره میگه مدیز اینستراکتور، مدیز تیچر، مدی لا بلا بلا، اینا نگه میداره. بعد دایورسیتی ها و سیمیلاریتی ها تو هر کلاستر داره. بعد اینجا دوباره دو تا پارامتر داره، میگه آقا حالا جواب نهایی که خواستی بدی چقدرشو به رلوانسی باشه، چقدرشو به دایورسیتی باشه. حالا اینجا کجا بیشتر به در میخوره؟ اینجا موقعی که مثلا میخوای بپرسی سامری کتاب به من بده، سامری قرارداد به من بده، اینجا دیگه هویز مهدی نیستش. میتونه مثلا دارم میگم سامری این کتاب بده، اوکی من هر چی پیدا کنم رلوانت میتونه بشه به سامری. اما این دایورسیتی بهتر برام بالاتر، میگم آقا باید جواب تو تا میتونی خیلی خیلی از هم فاصله دار باشه. هر چی من بتا ببرم بالاتر، این جواب هر چی هی از هم دورتر و دورتر باشه، هی جواب خیلی از هم دور باشه. میدونی هی جواب دورتر باشه که دایورسیتی بره بالا. آلفا هی جواب میگه به هم نزدیکتر باشه. درسته یه دایورسیتی دارم، بازم جواب یه ذره نزدیکتر باشه. ببین اینا پارامتراییه که شما باید بازی کنی باشه. به طب اگه وقتی داری میپرسی سامریزیشن کتاب من بده، تو سامریزیشن شما دایورسیتی رو بیشتر دوست دارید. اما وقتی میگه که کی هیئت مدیره این شرکت بوده، شما رلوانسی رو بیشتر دوست دارید. درسته؟ تا دایورسیتی. اوکی، ما برگردیم به در چی داشتیم صحبت می‌کردیم. ما صحبت از این کردیم که وقتی ما داریم LLM رو ایمپلیمنت می‌کنیم، توی رگ ما یه چین تایپی داریم. درباره چین تایپ رو متوجه شدیم که چی هست، فهمیدیم که چگونه کالکت که کرد جوابو چجوری برگردیم. ما فهمیدیم خب حالا این جواب رو میخواد برگردونه به من، این جوابا چجوری بهش میاد که این میگه به من برگردون؟ از سرچی که رو اون وکتور استور من شد. خب چجوری من سرچم رو کنترل کنم؟ دو تا الگوریتم دارم به نام سیمیلاریتی سرچ، به نام MMR. سیمیلاریتی سرچ رندوم سرچ، اینا رو میذارن بگذاریم. تو MMR در واقع کلاستر میکنه وکتور استور رو، تو هر کلاستر سعی میکنه سرچ کنه و با این قابلیت که سعی میکنه رلوانسی و دایورسیتی رو کنترل کنه. رلوانسی و دایورسیتی رو کنترل کنه. اینا اگه بخوام این تو کد صحبتش کنیم، یعنی در واقع یک مقوله به نام تاپ کی و آلفا و بتا رو میخوام کنترل کنه. اگه بخوام تو این جدول دوباره نگاه کنیم، میگه به تبع اگر سیمیلاریتی سرچ شما استفاده کنید، خب دقتتون پایین‌تره دیگه، اما از اون وقت چی بالاتره؟ خب معلومه دیگه سرعت بالاتره دیگه، چون لازم است بره هی کلاس کنه و اینا. از لانگ جواب دیگه میفرسته.
و خب اون سیمیلاریتی سرچ که میخواد انجام بده بیشتر حواسش به سوال دیگه، حس میکنه هر چی به سوال نزدیکتر اون رو انجام بده. برای چیزی مثل سامریزیشن خیلی به درد نمیخوره. اما وقتی بگیم مثلا کینو who signed the contract، اصلا شما ببین باز یادمون نره ما اگه کاری با کار ساده با تنظیمات ساده تر میتونیم، نباید بریم سراغ تنظیمات بالاتر. یعنی سیمیلاریتی سرچ که سریعتر رو من جواب برمیگردونه، اگر جواب اوکی نبود برو سراغ ام ام آر. اوکی، برو سراغ ام ام آر. خب این از این معقولا که خب صحبتش رو کردیم، حالا به صورت یک نماد کدی نشون میدیم. میگه ببین ما یادتونه وقتی دیتا من که میومد لود میشد، بعضی که لود میشد می‌خواستیم چانک چانکش کنیم، درسته؟ خب چانک چانک چجوری انجام میشه؟ مثلا با این دستور اگه نگاه کنی آرگومانایی که داری یه چانک سایزی که یادم باشه چانک سایز به معنای چی میاد؟ به معنای ملاحظاتی که شما داشتید با توکن لیمیتتون، که توکن لیمیت ترکیبی از چانک سایز شما، پرامپت شما، اسکریپت شما و انسر شماست. مثلا ببین اینجا داره میگه دیتا که اومد هر 28 تا توکن 28 تا توکن اینو تیک تیک کن. بعدش هم داره میگه هر 4 تا توکن قبلی تو بعدی ورده بیا. یعنی عملا اولین چانک 26 تا جدیده، چانک شماره دو 22 تا جدیده، 4 تا از قبلی داره میاد، درسته؟ و اینطوری میره جلو و ریکرسیو، درسته؟ ریکرسیو همینطوری داره میشه. توی این تکست اسپلیترهای ما همونطور که می‌بینیم مثل همون لودرهای ما که انواع داشتیم، اینجا هم انواع داریم که میتونیم ببینید دیگه. حالا اینجا به معنی که یوز کیس های مختلف میتونه متفاوت باشه. خب من لود کردم دیتا رو، اسپلیت کردم اینجور چانک، امبدینگ روشون اپلای کردم. حالا میخوام اینجا یه ذره وکتورس اون درختی که درست شده صحبت کنیم. ببین گفتم که درختی که میخواد درست بشه انواع روش مختلف هست دیگه. گفتم کروما، فیز، دیپ لیک، پینکون و غیره. یه مثالی داره میزنه، میگه آقا کروما میگم اینو باید خودتون این پاورپوینت دستتون باشه که خودتون با دقت بخونید. اگه ببینید میگه که خب آقا جان این کروما به شما باعث میشه که هم بتونید تو مموری نگرش دارید دیتا رو، هم بتونید ذخیره کنید. یعنی چی؟ یعنی من الان دیتامو لود کردم، بعد امبدینگش رو انجام دادم. حالا این امبدینگ من کجا لود یعنی چی؟ یعنی رو مموری دیگه. میگه این درخت هم یعنی این حافظه تو این دیتابیس هم میتونه موقتی باشه تا زمانی که با این کد کار داری، یعنی جای ذخیرهش نکن، رو مموری باشه. و اگه جا میشه تو مموری خب میتونی تو مموری، اگه نمیشه میخوای مثلا بفرستی برای یه جای دیگه میتونی پرسیست کنی دیگه. پرسیست یعنی چی؟ یعنی ذخیره کنی. خوبه دیگه. کروما چیه؟ کروما پولی نیست. ببین ما وقتی با کلا با LLM داریم کار میکنیم ممکنه هی شما هزینه از جای مختلف بدی. فقط به این معنی نیست که فقط اوپن ای آر پول میدی، حتی برای وکتور استورتون هم مجبور شد بشید دوباره پول مجزا بدید، چون مثلا اون داره یه کنترل دیگه برای شما انجام میده. مثل چی؟ مثلا پینکون. پینکون رو اگه ببینید مثلا یه جایی نوشته که این رایگان نیست. بله اینجاست، یعنی paid services. اینا خب اگه من میخوام فعلا آرندی انجام بدم، ریسرچ اند دیولپمنت استیج هستم، میرم سراغ کروما چون مجانی دیگه، مجانی. خب اوکی. کی میرم سراغ فیز اگه خوب بخونی میگه اگر شما مثلا این جملهش اگه میگه خب ببین ما الان به صورت دیفالت وقتی یک کدی رو رام میکنیم این کد کجا رام میشه؟ رو سی پی یو من رام میشه دیگه، رو آی یو من رام میشه، درسته؟ توسط ای وی ایکس من رام میشه. خب اگه جی پی یو داشته باشم جی پی یو قوی تر رام میتونه بکنه. اون وکتور استور من باید قابلیت اینتراکت کردن با جی پی یو داشته باشه. میگه اگر میدونی که کدت رو روی جی پی یو قرار رام بشه بعد نیست به سراغ فیز، چون فیز به شما قابلیت میده که 10 تا 5 تا 10 برابر سریعتر شه. و از اون ورم چون قابلیت پارل شدن رو به شما داره میده، برای دیتا های خیلی خیلی بزرگ هم خیلی کمک میکنه، چون این قابلیت دیستریبیوت شدن رو به شما میده. کروما من مطمئن نیستم قابلیت دیستریبیوت شدن یعنی چی؟ مثلا روی سیستم های ای ام آر راه بندازی، سیستم های مثلا هدوپ راه بندازی، از این چیزا. فیز این قابلیت رو به شما میده. پس مهمترین قضیهش اینه که آقا فیز میگه که اگه با جی پی کار میکنی من سرعت بالاتری بهت میدم، و البته از اون ورم به شما قابلیت این پار پروسسینگ هم میده. نگاه کنید وقتی که شما بیلیون وکتور مثلا داری برای دیتا خیلی 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 زیاد، پس این
کروما برای دیتا خیلی خیلی زیاد نیست. اگه شما 20 سال دیتا رو میخواید ذخیره کنید، یقینا باید فراموش کنید کروما رو. پینکون که اصلا یه پروژه بزرگ صنعتیه. یعنی اگه پروژه واقعا بخواد بیزینسی باشه، اینداستریال لول باشه، خب بهتر باید بریم سراغ چیزایی مثل پینکون که خب اینا پول مجزا میگن. نگاه کنید کروما و فیز رایگان بود، همین بعد پول بده و قابلیت خب خیلی خیلی دیتا رو داره و به صورت فوق العاده، یعنی فوق با لاتنسی خیلی پایین. تا اینجا ما فهمیدیم یه چیزی داریم به نام امبدینگ، فهمیدیم چین تایپ داریم، فهمیدیم سرچ تایپ داریم، فهمیدیم صحبت از وکتور استور میکنیم، انواع مختلف داره با توجه به فانکشنالیتی که دنبال میکنیم بعد اونا رو انتخاب کنیم. کروما داریم، فیز داریم، پینکوین داریم، انوی داریم و هزار تا اسم دیگه. اینجا این صفحه چی داره به من میگه؟ اینجا داره یه ذره کد رو من نشون میده که حالا ما بعداً تو جلسات بعدی این کد رو مفصل‌تر خواهیم دید که حالا بخوام خیلی کوتاه ببینیم چیکار داره میکنه. نگاه کن، اومده بعضی که لنگچین رو نصب کرده، اومده یک فانکشن رو صدا کرده به نام Open AI Embedding. از اسمش معلوم داره چیکار میکنه. این احتمالاً یه مدل Open AI رو میگیره، بعد دیتا ورودی هم میگیره، روش امبدینگ میکنه دیگه، فیچر میکشه بیرون. خب همین رو میتونیم الان تو کد ببینیم. بیایم پایینتر میبینید که اینجا اینو میبینید تو این. ببخشید من اینجا میخوام انتخاب کنم، همش با هم انتخاب میشه، نمیدونم چیکار کنم. حالا شما فرض کنید از این امبدینگ من میگم تا این کلوزینگ پرانتزز. ببین اینجا داره اوپن ای آی، اینجا اسم مدل رو گرفته. ببین اینجا اسم مدل، اینجا میتونه هر چی باشه، مثلا جی پی تی 3.5 که من همش دارم مثال میزنم میتونه اینجا باشه. اینجا یه مدل دیگه. اینجا چی رو فرستاده؟ اینجا نگاه کن، اینجا خط بعدی این سیکرت کی شما دیگه. سیکرت کی یادتونه دیگه، همونی که وقتی شما اکانتتون باز میکنید تو اوپن ای یک رشته حرف بسیار طولانی میده. خب اینجا باید بزنید. چرا باید بزنید؟ خب بخاطر این مدل رو میخواد بهش صدا بزنه دیگه. خب مدل میخواد صدا بزنه، باید ببینید دسترسی شما داری یا نه. واسه همین اوپن ای کی رو از شما اینجا میخواد. حالا یه چیز دیگه هم اینجا میاد به نام تمپرچر. تمپرچر دوباره یک پارامتر دیگه که زمانی که شما مدل رو داری صدا میزنی میتونید تنظیم. امیدوارم اینا رو بتونید با هم جدا کنید. ببینید ما یه چیز داشتیم به نام سرچ تایپ که MMR جزوش بود. تو MMR هم دو تا پارامتر داشتیم به نام آلفا و بتا که رلوانسی و دایورسیتی رو کنترل برای جوابهایی که داریم. درسته؟ برای جوابهایی که داریم. حالا قبل از اون خود این درخته رو با امبدینگات میخواد تشکیل بده، خود اینا رو هم میتونه تنوع بده. یعنی چی؟ فکر کن مثلا تو دیتای من از قبل مثلا زده مدی is a teacher، جمله ساده. مدی is a instructor. خب این چیکار میکنه؟ این وقتی یه انگلیسی زبان میبینه یه نفر دیگه میبینه میتونه اینو پارافرایز کنه دیگه، نه؟ میتونه اینو اینطوری نگه، بگه که به جای که بگه مدی is a teacher بگه مدی is a faculty member who is teaching practical machinery in McGill University in Montreal. میتونه اینو اینطوری ترجمه کنه، نه؟ همون معنی داره اما داره یه پارافرایزش میکنه، داره صورت سوال عوض میکنه یه طورایی، داره یه ذره دایورسیتی به صورت دیتات میده. من هنوز جوابی ندارم، من خود دیتامو دارم یه ذره دایورسیتی بشنم. مثل که مثلا من میرم مصاحبه میکنم با یک روزنامه محلی اینجا که نیتیو اسپیکر هم، من انگلیسی یا فرانسه انقدر خوب نیست که جملات خوشگل بگم، اما اینا موقعی که میخوان چاپ کنن نمیان همون جملاتی که ضعیف استفاده کردن بگن، میان لول پروفیشنسی منو، لنگویج پروفیشنسی منو بالا میبرن، یعنی کلمات قشنگتر استفاده میکنن، تفسیرهای بهتری میدن، در واقع سعی میکنن پرافرایز کنن و البته از مقوله اصلی دور نمیشن اما در یه لول دیگه میگن. حالا این کمک میکنه یه سری سوالای دیگه که ممکن خواننده ببینید با اون بیشتر مچ بشه، یا وقتی که دایورسیتی دادم سوالا چند پهلو معنی پیدا، یعنی متن چند پهلو معنی های متفاوت پیدا کنه. حالا پس من اگر میخوام دایورسیتی بدم، یا دایورسیتی کلمه درستی نیست، بخوام مثلا پرافرایز کنم دیتای ورودیمو، یعنی رفرنس تیبلمو، رفرنسمو پرافرایز کنم، لولش یه ذره دایورسیتی به خود سوال، یعنی ببخشید نه من میگم سوال غلط میگم، راو دیتای من بدم، یعنی خود دیتایی که وجود دارم قرار باش مقایسه کنم و یه ذره دکوریشنشو عوض کنم، بهش میگن تمپریچر. تمپریچر یعنی دما.
هرچی این تمپریچر بالاتر برود، ببینید بین 0 تا 1 به نان دیترمینیستیک امبدینگ نزدیک. نان دیترمینیستیک یعنی که پرتر میگه دورتر میشه از ورودی از دیتا اولی. خب به طب اگه ما دقیقا میخوایم همینی که اسب بمونه نمیخوایم دست بزنی، تمپریچر 0. اینجا مثلا تو تنظیمات من چی گفتم 0 0.1 یه ذره دکوریشنشو عوض کن. چه کمکی میکنه؟ مثلا صورت سوال خیلی 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 مچ اون چیزی که داری نیست، میبینی جواب نمیگیری، میگه خب بیا من دیتای ورودیمو یه ذره بهش تغییرات بدم، مثلا برای متن و اینا، مثلا برای متن، برای دیتابیس نگم، من مثلا من متن دارم یه ذره بیام مثلا اونجا فاینانشال ادوایزر رو یه چیز نوشته، نمیدونم نوشته اکانتنت، نمیدونم یه ذره بیام دایورسیتی بهش بدم، خود متن ورودی بهش میگم تمپریچر. یعنی که اون موقع که داره امبدینگ میکنه خود متن هم داره تغییر میده، امبدینگش رو یه ذره تغییر میده، نوع امبدینگی که داره در میاره رو یه ذره تغییر میده، از دیترمینیستیک میبره به سمت نان دیترمینیستیک. اوکی، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. اینجا من اینا نمیخوام الان صحبت کنم، اینجا الان زوده، اینا زودم براش. اینجا چی دارم میگم؟ اینجا دوباره یک کد دیگر رو اینا رو من توی ویدیو بعدی میگم که اینا دقیقا داره چه اتفاقی میفته. فقط این لینک ها داره نمونه های کد رو نشون میده دیگه. مثلا یه داره به من یاد میده که فکر کنی یه کتاب 100 صفحه‌ای دارم، چگونه میتونم از LLM کمک بگیرم برای خلاصه سازی. و اینجا مثلا داره کدای 5 مدل کد نشون میده که همشون دارن خلاصه میکنن، اما با همین تنظیمات متفاوتی که میبینیم تو سرچ تایپ، تو چین تایپ، تمپریچر، نوع مدل، میبینی که تغییراتی تو سامریزیشن انجام میشه. من یه استاپی میدم تا ویدیو بعدی، اینم برای اینکه فقط یه موتیویت بشین نگاه کنید اینطوری کار میکنه. فکر کنید تمام دیتاتون رو لود کردید، همه کار رو کردید، در انتهای سوالتون رو میپرسی و اینطوری به این راحتی جواب شما میده. و این چیزیه که باعث شده LLM خیلی مطرح بشه. اینا هم که طبق همیشه تو همه ویدیوها میگم، اگه دنبال چیزی هستی، میخواین چیزی یاد بگیرید، این سه تا پیجه که در واقع سرچ انجین شماست. و این دوتا هم اگه دنبال مطلبی هستید که خیلی ساده مطلب علمی رو شما توضیح بده، خیلی ممنون. شما میتونید حتما با من در تماس باشید و سپاسگزارم تا ویدیو بعدی، که ویدیو بعدی شروع کدنویسی ما، شروع ستاب لنگچین و اینیشیت کانورسیشن کردن با LLM ها خواهد بود. ارادت تا ویدیوی بعدی.